ژاپن میرسد. اشاره میکنم محمدجان رحیموف، اما این چیز از جانب داور هیچ عملی نشان داده نمیشد. امکانیت برای منوچهر جلیلوف، اما بی نتیجه. ادامه هجوم رو توسط کانال راست اکنون خواهیم دید. منوچهر سفرов پرتابی توپ رو انجام می‌دهد. گل! امکانیت! گل! دوستان ارجمند حساب 1-1 میشود و احسان پنجشنبه به زدن گل دست مییابد. واقعا بسیار عالی بود. پرتاب توپ از کنار راست و چطوری که شما دیدید سری وقت به هجوم پیوست شدن محافظتگر کناری ما منوچهر سفرov باعث بران شد که موج دوم هجوم رو راه اندازی کنیم و ارسال بسیار هم خوب و ثمره بخش و باعث بران میشود که ضربه با سر اجرا کرده احسان پنجشنبه به گل تبدیل یابد. این همان حمله هایی بود که در 3 دقیقه اول رقابت فوتبالبازان تاجیک با جرأتانه انجام دادند و نهایت بعد از سر دادن گل دوباره به خود آمدند و یک پرتاب زیبای منوچهر سفرov از کنار راست باعث به برابر کردن حساب بازی شد. واقعا بسیار عالی بود. به خود اعتماد و باوری رو هیچگاه باید از دست ندیم. ژاپن با وجود آن قدرت و افضلیتی که دارد یک منتخبی است که ما امروز با در نظر داشت تیاری خوبه که طول تقریبا یک ماه اخیر دوام دارد میتوانیم کوشش کنیم که با اونها